جان موازی کاری رو از کجا آدم میتونه بفهمه تشخیص بده؟ خب حالا خدمتتون میگم. حالا سوال اینجاست که ما از کجا متوجه بشیم تو کارمون موازی کاری وجود داره تو پروژه‌مون. خب ما میام چیکار میکنیم وقتی یه کاری رو میخوایم انجام بدیم؟ میگیم که این کار مثلا این ماشینه، این قطعه داره، موتور رو داره، بدنه رو داره، تایر رو داره، شیشه رو داره، ترمز رو داره، دنده رو، قصه لحاظا اعضاش رو میام چیکار میکنیم؟ مشخص میکنیم. اصلا میخوایم اینو بسازیم دیگه. اولین چیزی که وجود داره نقشه انفجاری هستش که باید از این وجود داشته باشه. یا یه خدمتی میخوایم انجام بدیم، پلیس به اضافه ده، هر چیزی هست. بعد برخی موارد وجود داره که میگه که خب اینجا رو باید پرسکاری کنیم، بعد میگه که در رو باید پرسکاری کنیم، اونور میگه که بله کف کارم باید پرسکاری بشه. اگر ما بخوایم کارگاه‌های جداگونه داشته باشیم، یه پرسکاری باید اونور داشته باشیم، یه پرسکاری اینور داشته باشیم. در صورتی که ما یه مرکز پرسکاری داشته باشیم چیه؟ کافیه که اون جیپ فیسکرش رو چکار بکنه، قالبش رو عوض بکنه تا اون بحث پانچه رو بتونه چکار کنه؟ انجام بده. یعنی یه فضای بیشتری رو شما اشغال کردی در موازی کاری و یه سری دستگاه و تجهیزات و آدمای دیگه هم اونجا اومدن مشغول کار شدن. یعنی یه هزینه جداگونه یا اونور تلاش کاری کردن همزمان. در صورتی که یه مرکز سنتر اسپشیال و تخصصی رو داشته باشی، هم این کار رو داره انجام میده، هم چیه؟ شما پروژه داره پیش میره، هم جلوی موازی کاری رو گرفتی. وقتی موازی کاری الان به طبع اون بحث هزینه هم پایین خواهد اومد. خب این مطلب دیگه ای هم که وجود داره، مثلا فرض کن اصلا طرف بحث جوشکاری رو میخواد انجام بده. حالا ما مثلا یه سری محصولاتی وجود دارن 50 جا باید جوشکاری بشه. خب ما الان 50 جا باید جوشکاری بکنیم، درسته؟ چه اتفاقی میفته؟ اینجوری پروژه رو داری، اون رو نداری، بعد چیه؟ وقتی تخصصگرایی اتفاق میفته در واقع اون دانش هم چی میشه؟ بیشتر میشه. آره دیگه، هر چیزی که هست خورد چیکار میکنه؟ رسوم میکنه، انباشت میشه، اصطلاحاً یه برند دانشی برای مجموعه ایجاد میشه. بعد از یه مدت میگن که آقا بله برای حوزه مدیریت دانش در پروژه ها برو فلان مرکز. برای مثلا طرف میگه که برای آقا مثلا مغز و اعصاب پروفسور سمیع مثلا معروفه، مثال دارم میگم، این عمری زحمت کشیده، تجربه داشته، این کار انجام گرفته. بنابراین تو بحثای حالا اون بحث فردی بود، سرمایه‌ای بود، تو بحثای دانشی مقولش خیلی چیه؟ متفاوت‌تره، خیلی فراتر از این حرف است. این رویکرده‌ای که معمولا ما این کارا رو داریم انجام میدیم اصطلاحاً رویکرد ماتریسی میگن. یعنی ما هر جایی هر تخصصی رو احتیاج داشته باشیم بیام چیکار بکنیم؟ مراجعه کنیم به اون حوزه، کارمون رو انجام بدیم بره، یا از اون حوزه بگیم بیاد مثلا تو کارگاه ما کمک بکنه کارمون انجام بشه، بعد
خب الان درست شد تازه کار هندل بشه. یعنی چی؟ وقتی ما کاری رو پی میگیریم، اگر من روحیه همکاری و مشارکت با دیگران شما رو نداشته باشم چه اتفاقی میفته؟ اون کار میخوامه دیگه، واقعیتیه. این عامیانشه. حالا یه کار تخصصی باشه، شما بگی که من کلاً برند این قضیه هستم و این کار رو انجام نده، چه اتفاقی میفته؟ کل سیستم از هم میپاشه. بنابراین اینجاست که مرزای دانش اینی که چه افرادی چه کاری باید انجام بدن و در چه حوزه‌ای باید ورود بکنند مطرح میشه. خب یه نگاه بکنیم به این قضیه. جانه جایی که مثلا در واقع عملیات پروژه پخش تو شهرهای مختلف، بله آیا یک مرکزیت کافیه، یعنی که مثلا بعد بر اساس اون تعداد شهرها مثلا مرکزیت هم بشه دو تا؟ ببین ما چند تا نکته رو داریم. اگر ما بحثمون کنترل پروژه است، کنترل پروژه یعنی یک سری افراد تو بخشایی هستن اون قسمت رو میبینن که چی انجام گرفته، چی تأخیر داره، چی کار باید بکنیم، چه جوری ادامه بدیم. اما یه دونه داریم مدیر پروژه است. اون مدیر پروژه تو دفتر اصلی مدیریت پروژه است. کار اصلیش هم چیه؟ همه فعالیت‌های کلانی که وجود داره رو نگاه میکنه. این پیش نیازیش انجام گرفت، این انجام نگرفت، چه تأخیری داره، چه ملزوماتی باید انجام بدیم، کارفرما چی میخواد، تا امروز چه فعالیت‌هایی باید پیش میرفته، چی پیش نرفته. یعنی یه مرکزیت اصلی برای قضیه وجود داره. ضمن اینکه اگه باشه یه بخشه برای هر کدوم از اینا هم یه مینی آفیسی در نظر میگیریم. اون میشه مجری پروژه، این میشه مدیر پروژه. خیلی مهمه. بنابراین باید این قضیه رو ما داشته باشیم. خب اگر سوال دیگه مطرح هستش من جواب بدم. باشه چشم. خب حالا برگردیم به نکته‌ای که وجود داره. نگاه کنین حالا مفهوم معمولا در دانش خریدار، خب ما نگاه میکنیم این مشتریه دیگه. یعنی در واقع چه اتفاقی میفته در مرز دانشی پروژه ها؟ وقتی شما داری مشتری رو میاری، آره، از دانش اونم چیکار میکنی؟ استفاده میکنی. خب یه موقع میبینی مشتری یه حوزه تخصصیه، یه سری متریال میخواد، یه سری دستگاه میخواد، یه سری ستای خاص میخواد. خب اگر این قضیه رو داشته باشی، خود اون مشتریه رو بر میداره میبره چیکار میکنه؟ تو دل مدیریت پروژه جا میدی. حالا من سوال دارم اینجا. آقا جان ما اگر خود سرمایه مشتری، خود مشتری و دانشش رو داشته باشیم، بهش میگیم که آقای مشتری پاشو بیا اینجا، تو این رو میخوای دیگه، دانش هم داری، بیا اینجا. چیکار کردیم؟ بدون هزینه یه آدمی، یه بالاخره دستگاهیه، کمپانیه، یه گروهیه اون آوردیم. چیکار کردیم؟ بدون هزینه. یعنی هزینه‌مون آوردیم میبرم، مشتری هم داریم. چی از این بهتر؟ هم محصولمون رو داریم میفروشیم، هم پروژهمون رو داریم جلو میبریم، هم از علم و دانش این بابا داریم چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب آره دیگه، هم بومی سازی میکنی، هم مشتری رو داری، هم رضایت مشتری رو داری. اینجا اونجا هستش که مدیریت دانش مشتری در پروژه چی میشه؟ مطرح میشه. یعنی شما جان؟
در اصل عملی میشه. آره دیگه، شما آوردیم میگه که من اینو میخوام. یه موقع هستش که من مثلا یه مشتری عام داری، عمومی داری، مثل جامعه میان کار. یه موقع هستش که مشتری کاربلد داری، میگه که بله زاهدی من این رو میخوام. این یعنی چی؟ من خب این از این بحث. حالا برگردیم بگیم که در مدیریت دانشی که در پروژه ها وجود دارن دو تا نکته دیگه ای هم مطرحه. اول اینکه اون حمایت تخصصی مال خود مشتری رو ما آوردیم داخل فکتوریمون، کارخونه‌مون. یه موقعی هستش که در کنار کارهایی که داریم انجام میدیم یه سری مشاورینی هم داریم که به ما کمک میکنن. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ این بر مشتری رو داریم، اون بر مشاورین رو داریم. در واقع دانش مشاورین و دانش مشتری داره اضافه میشه، کل دانش پروژه چی میشه؟ افزوده میشه. خب بعد از یه مدت شما اون گزینه‌ای که اگر یادتون باشه انتقال دانش وجود داشت، میتونی چیکار بکنی؟ انجام بدی. میبینید دیگه مجموعات انقدر توسعه پیدا کرده نمیتونی کارش بکنی، یه شعبه دیگه رو میزنی. و اون مشاورینی که داری چیکار میکنن؟ وقتی دانش رو ندارن مجبورن اونور مشتریان جدیدتری یا چیز بکنن. یعنی هم به توسعه کسب و کار و پروژه کمک کردیم، هم از این ور برای خودمون اعتبار بیشتری کردیم. بنابراین شناسایی مرزهای دانشی پروژه یکی از موارد اصلی و حیاتی برای یه پروژه چی میشه؟ علمداد میشه. حالا ما مطلب رو عامیانه داریم میگیم. این ور میبینیم کارفرماست، این ور پیمانکاره داره کار رو انجام میده، یه سری قراردادهای بستن کار رو پیش میبرن. لامنای این افرادی که وجود دارن یه سری مواردی وجود داره، اصطلاحا ما میگیم کارچاق کنانا. هر چیزی که وجود داره ما میگیم این پروژه رو میخوایم بگیریم، چیکار میکنیم؟ یه سری تامین کنندگان لازم داریم، بریم وسایلمون رو بخریم. خب اونورم مشتری داریم که میگی که من اینو میخوام، اونم آوردیم داخل صنعت. حالا داستان اینجاست، اون تامین کنندگانی که وجود دارن بعضی موقع خودشون میگه که من اینو بلد نیستم، میگه من اینو نمیدونم، اینو برای خودش مشاوران بیشتری رو میگیره، یعنی لایه‌های زیر لایه‌های بیشتری میگیره. اینجا شما اگه هوشمند باشی اون مشاوره رو